میگه وقتی عروسیتون با رفیقای پایت برگزار میشه اوکی؟ پشمام عروس خانم عزیز دوماد عزیز این رقص رو الان من دارم تقدیم میکنم به شما. برو بریم. ای بابا تمام نکنی. ببین عروس خانم خودت تمام کردی و ببین بهترین عروسی رو به نظرم من تو داری الان. عروس خانم داماد عزیز دورتون بگردم ان شاءالله به پایم پیر شید. یه همچین رفیقی آدم داشته اصلا دیگه عروسی نمیخواد بگیری بابا. یه دور همی میگیری کلی با هم میگیم میخندیم. قدر این رفیقه رو بدونید این دیوونه ها کم پیدا میشه به قرآن مجید. اصلا با اینا آدم حال میکنه. اینا 4 تا آدم جنتلمن میخواید دور خودتون جمع بکنید که چیشه. بیا ببین کل عروسی رو داره واسط میگردونه. دیجی هم نمیخواد. این قرتی بازی ببین تمام شد.